خود شما حاج آقا چند تا بچه دارین؟ ما حدوداً 40 تا داریم. 40 تا بچه دارین حاج آقا؟ از یه نمیشه که از یه خانم فکر میکنم 4 تا خانم دارین؟ به سلامتی انشالله. ولی اینجا الان خونه خیلی خلوته، بچه ها کجا مدرسه؟ شب دیدن رفتم بالاخره ازدواج کردم رفتم این خونه مال خانم کوچیک من هست. شیت امروز اینجا است. شیت من از امروز تا فردا شیت من اینجا است. دیگه از فردا میرم شیت تو جای دیگه. خب حاج آقا شما واقعا عدالت رو رعایت میکنین بینشون یا نه؟ بله 100%. یعنی در هفته هم چجوریه؟ اینو میشه به من بگین این عدالتش؟ مثلا امروز من تا فردا شیفت من اینجا، مهمان بیا میاد اینجا. بله. از فردا میرم اون خونه، اگر مهمان بیا اون میاد تو اون خونه من. بله. تا پس فردا حتی من اگر تو سفرم برم هر 4 تا با خودم میبرم، اگه یکی نه هیچ کدوم باقی 3 تا دیگه نمیبرم. بعد این خانم‌ها هیچ کدوم با هم مشکلی ندارن؟ نه مشکل نداره. عدالت برقرار، چی مشکلی؟ پس عدالت برقرار. لباس و امکانات همه در اختیارشون است. اون چیزی که خدا به ما بده بهش تقسیم میکنیم. بله. دیگه هم دعوایی نداره. اگر بخوام برم زاهدان هر 35 کیلومتر تا زاهدان رفتار که یکی بیا جلو میشینه، باز یکی دیگه بیا جلو میشینه، از این عدالت بهتر. یعنی در طول مسیر هم باز اینو رعایت میکنی. خیلی هم جالب. انشالله خدا بچه هاتون رو حفظ بکنه. بعد الان بزرگترین بچه شما چند سالشه؟ تقریبا 38 ساله. تو 37 رد کرده، 38 مدیر مدرسه اینجا. مدیر مدرسه. بعد کوچکترین بچه تو؟ 2.5 ساله. بعد شما نوه و نتیجه اینام دارین؟ بله نوه و نتیجه دارم. چند تا نوه چند تا نتیجه؟ نتیجه تقریبا نوه، تقریبا خدمت شما عرض کنیم 38 تا نوه. 38 تا. حاج آقا از پسرهای شما تعدد ازدواج داشتن؟ حالا یکی رفته جلو، مثلا دومی، اولی نه، چون اولی مثلا کارمندان دلشون کوچیکه همچنان. ولی دومی چرا مثلا. خب در چه صورت شما بهشون اجازه میدین این کارو بکنن؟ تا موقعی که بتونه عدالت برقرار کنه. اگر نتونه عدالت برقرار کنه دیگه نمیذاریم که برن ازدواج کنن. پس عدالت خیلی مهمه. بله از همه چی خوب عدالت باشه که هیچ کی نمیتونه حرفی و حدیثی و هم نه این موقعیت نه پیش خدا. بله.